اختیاری کعبه کردی دلزی بخلوکین بشو، آن فعالی ناسزا از تو را باید آبروی. با خدای خیش باش لحظه در گفتگوی، احترامت را به جای آر عاجی و هوشیار باش. در سرای زندگی با صبر و با تمکین باش، صاف دل و بی کینه و بی خشم و عالم بین باش. مهر دنیا را بدل کن از برای آخرت، کشت و زارت سبز بادا شیخ محمد علی هوشیار باش. از قضا و از قدر راهی خلاصی نیست، یا گدا یا شاه باشی حاجی یا هوشیار باش. یا گدا یا شاه باشی حاجی یا هوشیار باش. خطا کردیم، نافهمی کردیم، نادانی کردیم، لغزش کردیم، کمبودی کردیم. الله مهربان دعا میکنیم که ما را گناهامون ببخش، گناهامون عفو کن، گناهامون بیامور، گناهامون پاک کن، گناهامون ریشه‌کن کن. الله رضاگی خدا بر ما نصیب بگردان، عزت دنیا و آخرت برامون نصیب بگردان. الله همه نافهمی، نادانی، کم عقلی، بی صبری، پریشانی، ناراحتی را از وجود و خون و پوست ما بیرون بساز. محبت خدا، محبت رسول تا، محبت اسلام تا، محبت قرآن تا، محبت شریعت تا، محبت پیغمبر تا در قلب ما جای بده. الله مهربان اخلاق محمدی، اصحاب محمدی را برامون نصیب بگردان. ما را پاک از گناه‌ها به وطن عزیزمون تاجیکستان بر بگردان. الله مهربان که در جای اجابت دعاست، دعا میکنیم که این نعمت آرامی و آبادی، صلح و ثبات و تنجی وطن عزیزمون تاجیکستان است که ما با آرامی قلب در اینجا در اوجا مردا نماز میخوانند، زنا از در 25 میروند. اونجا بعد خفتن بعد ساعت 9 برای زنها ره کشوده کرده میشود. زنها میتونن که از او طرف بیان از پشت نماز بخونند. مردا باشن از همین در باب سلام میتروین، سلام میتین، در روزه نماز میخونن و میبروین. این یک سنتی پیامبر که در اینجا ما اومدیم زیارت میکنیم. دومین سنتش که مسجد چون برون گشتید بقیع در پیش میبینید، و روح پیروان خوسته در خاکش دعا میکن. دیگه سنتی که در مدینه منوره زیارت کردنش هست، همون قبرستان بقیع است که رو پروی همین باب سلام زیاده از 10,000 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا خوابیده است. که دو سنت به شمار می رود. سیوم سنتش شهدای احد و چهارم سنت این مسجد قبا است که انشالله پس فردا ما به زیارتگاه های آنجا انشالله که همراهی قریکه میریم و یکایک این جاهایی که سنتن چی خوبی ها دارن، چی برتری دارن، چی فضیلت ها دارن، انشالله که همه شما را بیاره ما مانده‌دهی میکنیم. امروز که هستیم ما در این سرزمین، این وقتها را غنیمت بدانیم و این روزهای به شما را قدردانی کرده و در عبادت پروردگار مشغول باشیم. در این مدینه منوره یک رکعت نماز خواندن 1000 ثواب دارد. این را بدانیم که ما کوشش کنیم که نمازهامون در همین حرم و جماعت بخونیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین. الهی پروردگارا ما در کوی عرفات قرار داریم که اینجا دعای بابی ما را قبول کردیم. پروردگار گناهکاریم، خطاکاریم، لغزش و کمبودی و نافهمی و نادانی های زیاده داریم و انجام دادیم. امروز که در این مهمانی خانه تو هستیم و در این مکانی که جای اجابت دعای بابای ماست،
دعا میکنیم که گناهان ما را ببخش، گناهان ما را عفو کن، گناهان ما را بیامرز، گناهان ما را ریشه‌کن کن، گناهان ما را شستشو کن. پروردگار رضاگی خودت و شفاعت پیغمبرت برامون نصیب بگردون. همه ناپاکی ها را، همه کینه، عداوت، دشمنی، زیب دنیا، زینت دنیا، زرق و برق دنیا را از قلب و خون و پوست و وجود ما الله بیرون بساز. محبت خطا، محبت رسول تا، محبت اسلام تا، محبت قرآن و شریعت و پیغمبر تا در قلب ما جای بده. زبان ما را از دروغ ها، غیبت، دشنام، بهتان، سخنهای لغو، ناجایز، نادرست به معنی پاک بساز. پروردگار امروز که ما در این سرزمین هستیم، این همه نعمت آرامی و آبادی، صلح و ثبات و تنجی وطن عزیز ما تاجیکستان است که ما با حضور دل در عبادت و در دعا و توبه و تضرع مشغول هستیم. این آرامی و امنیت، این صلح و ثبات و تنجی در وطن عزیز ما تاجیکستان الله مهربان پایدار و استوار و برقرار باشد. در خانه هر یک فرد تاجیک خرسندی و خوشحالی، فیض و فتوحات و برکات ارزانی باشد. پروردگار ما و نزدیکان و پیوندان ما و هموطنان ما را نیز به همین زیارت خانت و دعا کردن در مینا و مزدلفه و عرفات و سنگ زدن در جمرات الله مهربان نصیب بگردون. پروردگار همه خاندان ما را به پرده شرم و حیا و عفت ننگ و ناموس بده. پروردگار در کسب و کار تمام برادران و نزدیکان و فرزندان خداوند برار و برکت کشایش ارزانی بساز. پروردگار گذشتگی های ما را رحمت و مغفرت و در بستان سرای جنت الله جاشان بده. روحشان از جانب ما فرزنداشان، نزدیکان و پیونداشان شاد بگردان و تمام بیماران ما را چی در بیمارستان و چی در خانه هستند که از بیماری رنج میبرند الله مهربان شفای کامل و عاجل براشان نصیب بگردون. و پروردگار آن برادرانی که طلب دعا کردند و در قرض غوطیدن از قرض نجات یافتن راه یافتن برای تمام برادران و هموطنان الله مهربان نصیب بگردون. و همه آن برادرانی که در روسیه و در هر کشوری که بهر کار و بهر از خود کردن نفقه برای اهل عیال رفتن در کسب و کار و عمر جانشان الله برکت را ارزانی بساز. پروردگار تمام به فرزندانی که این فرزند نوری چشم است، فرزند صالح و سالم براشان نصیب بگردان و فرزندان ما و شما را باعث نیکنامی و عزت افتخار و سربلندی امان قرار بده، نه باعث تحقیر و تمسخر امان. و آن فرزندانی که امروز سبب آمدن شما قرار گرفتند پول و پیسه دادن در کسب و کار و عمر جانشان برکت بده و از فرزنداشان چنین خدمت ها را نصیبشان بگردی. اللهم ارزقنا توفیق الطاعتی، اللهم ارزقنا توفیق الطاعتی و بعد المعصیتی و صدق النیتی و عرفان الحرمتی و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى متعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرافة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكنة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والصحة
وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السرة. وبارك للحجاج والزوار في الراد والنفقة، واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة. اللهم اجعل حجكم المبرور وسعيكم المشكور في أمكنة الخاصة، خصوصا في بيت الله وفي المنى وفي المزدلفة وفي العرفات وفي رمي الجمرات وفي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا واغفر خطيئاتنا، وأسألك الأولى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.